گلد کردن گانمون باید چیکار کنیم؟ اولین کار باید بریم داخل همین گانمون، مثلا تایپ 25 میگه باید چطور باید گلد اولی باید حداقل 600 تا کیل باید بزنیم، حداقل 600 تا کیل. دومی بعد هیت فایر بزنی بدون اینکه زوم کنی، سومی از راه دور حداقل 80 تا کیل باید بزنی. این هم هیت فایر حداقل 50 تا کیل. بله خب بعدا چهارمی بعد با اتشمنت باید 125 تا کیل باید بزنیم. اتشمنت یعنی اینکه بیا اینجا اینا رو بچین. نگاه الان دارم میچینم اینا، به اینا میگن اتشمنت، نگاه 5 تا اتشمنت خوب براتون چیدم، بعد نگاه کنید. همین اتشمنت مثلا. خب بعدا اینجا باید اینجا باید 125 کیل با اتشمنت باید. اینجا باید هدشات باید کنی، یعنی باید یک اسکوپ بذاری رو گانت. هدشات یعنی باید از مغز باید بزنیم. اینجا باید از مغز باید بزنیم. اینجا بدون هیچ اتشمنتی، یعنی اینایی که من الان گذاشتم رو برداری، گان خالی بدون هیچ اسکوپی. نگاه کن مثلا اینایی که من گذاشتم رو برداری. نگاه الان برمیدارم، اینا رو باید برداریم. اینا رو که برداشتیم، نگاه برداشتیم، بعدش میری بدون اتشمنتشو میزنی و تمام.